السلام علیکم، خوش آمدید به چینل افغان کریک نیوز. در این ویدیو من برای شما درباره اسکواد افغانستان که توسط کرکت بورد برای مسابقات جام جهانی اعلان شده است معلومات میدهم و نیز درباره اسکواد صحبت خواهیم کرد که چگونه اسکواد انتخاب شده است. پس این ویدیو را تا آخر تماشا کنید. امروز چیف سلکتر کرکت بورد افغانستان از طریق پرس کانفرنس اسکواد افغانستان را برای مسابقات جام آسیا اعلان کرد که این اسکواد متشکل می باشد از رحمان الله گربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، گلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن، شرف الدین اشرف، مجیب الرحمن، نور احمد، سلیم صفی، فضل حق فاروقی و کپتان حشمت الله شهیدی می باشد که از اسکوادی که برای مسابقات پاکستان اعلان شده بود وفادار مومند، شاهد کمال و عظمت عمرزی بیرون شده است که به جای آن گلبدین نایب، شرف الدین اشرف و کریم جنت شامل شده است در این اسکواد. عظمت به نتیجه مصدومیتی که برایش پیدا شده از مسابقات جام آسیا دور شد و نیز در اسکواد امروز چیف سلکتر اسدالله خان گفت که امیدوار هستیم برای مسابقات جام جهانی پورا آماده باشد. اسکوادی که از طرف کرکت بورد اعلان شده است باز هم سه بازیکنی که هیچ لیاقت تیم ملی افغانستان را ندارد در این تیم جای داده است که سه بازیکن میراثی کریم جنت، گلبدین نایب و شرف الدین اشرف کارکردگی نداشته است در تیم داخل شدند که بازیکن مثل وفادار مومند را در اسکواد انتخاب کرده بودند اما بدون هیچ چانس او را دوباره از اسکواد حذف شد. همین گونه شاهد کمال که در مقابل پاکستان در اودیسی هم تنها بازیکنی بود که توانست زیادترین رنز را کند از اسکواد دراپ شده است. بغیر از این سه نفر دیگه اسکواد بسیار خوب است اما از این سه بازیکن شرف الدین اشرف هیچ کارکردگی نداشته. کریم جنت بعد از 6 سال دوباره به اسکواد پنجاوره داخل شده که اولین بازی خود در سال 2017 کرده بود و بعد از اون هیچ بازی پنجاوره نکرده و راسن او را در اسکواد جام آسیا قرار دادن بسیار یک فیصله احمقانه است و چیف سلکتر اسدالله خان این بهانه را برای آنها جور کرده که عظمت مصدوم است، از این خاطر ما گلبدین و کریم داخل اسکواد کردیم اما برای بجای یک آل راوندر دو آل راوندر را در تیم در اسکواد داخل کردن بسیار احمقانه و نیز گلبدین نایب اگر ببینیم در گذشته هیچ کارکردگی در بخش بیتینگ و بالینگ نداشته، اگرچه در مقابل پاکستان 2 ویکت گرفت اما در اون مسابقه ویکت برای بالرهای میدیم فاست بسیار مساعد بود که پیچ های جام آسیا بسیار تیز خواهد بود، فلات خواهد بود و بیتینگ بسیار خوب خواهد بود که در آن صورت گلبدین نمیتواند که آن قسم بالینگ کند که مقابل پاکستان کرد. نیز در بخش بیتینگ هم بر ما خالیگاه پیدا خواهند شد با بازی دادن گلبدین نایب. امیدوار هستیم که از این اسکواد 11 بازیکن بهتر را انتخاب کند که بهترین 11 بازیکن انتخاب شده می‌داند. درباره 11 بهترین بازیکن در ویدیوهای آینده انشالله که برای شما پورا معلومات خواهیم داد. بسیار زیاد تشکر از تماشای این ویدیو. تا اینجای حال این چینل را با خود سابسکرایب و بیل آیکن را فشار بدین تا ویدیو ما از همه پیشتر برای شما برسد و نیز این ویدیو را لایک کنید. بسیار زیاد تشکر. خدا حافظ و ناصرتان.